در قسمت گذشته بحث ها و قسمت هایی از فتح اندلس توسط طارق ابن زیاد را با هم مرور کردیم. در این قسمت انشاءالله اگر خداوند توفیق بده ادامه این مطالب را به عرض شما بینندگان عزیز میرسانم. گفتیم که وقتی طارق به سرزمین اندلس وارد می شود معرکه هایی شروع می شود و با شخصی به اسم تئودور که اول به او پیشنهاد صلح، اسلام و در آخر جنگ میده درگیر میشه، چون تئودور فقط جنگ را انتخاب میکنه، چیز دیگه انتخاب نمیکنه و این هم باعث میشه که یک جنگی در بگیره و تئودور قدرت و عظمت این لشکر اسلام را احساس بکنه. همین هم باعث میشه که به رودریکی که انقلاب کرده بود بر علیه غیتشه و فرزندان غیتشه در اندلس یا در بلاد قوطها و سرزمینی که در آن زمان معروف بود به سرزمین ایبریه، به او نامه می نویسه. تئودور به رودریک نامه نویسه و این چنین میگه که قومی پیدا شدند که نمیدانم اهل زمین هستند یا اهل آسمان، من آنها را دیدم، تو هم هرچه سریعتر خود را برسان. یعنی اینها معلوم نیست از کجا اومدن، از آسمانن، از زمینن، چیزی هستن که مهار نشدنی هن، قابل کنترل نیستن. تو بیا و خود را برسان و در نبرد بر علیه اینها شرکت بکن. در ابتدا رودریک که در آن زمان مشغول جنگ با فرزندان غیتشه بوده و کلا سرزمین اسپانیا جنگ های زیادی بعد در زمان رودریک داشته، یعنی گروه ها اقوام مختلفی با هم در نبرد بودن که مهمترینش جنگ بین رودریک و فرزندان غیتشه بود. رودریک شخصی به نام ادیکو را برای مبارزه و مقابله با طارق میفرسته که به حساب خودش میگه یک گروهی میفرستم اینا را سرکوب بکنن، اما این لشکر کلا طارق اونها را در هم میکوبه و شکست میده و در نبردهایی که با این شخص ادیکو و با تئودور و اینها رخ میده، طارق کلا جنوب اسپانیا و جنوب سرزمین اندلس را به سیطره کشور اسلامی وارد میکنه، تصرف میکنه، معروف به جزیره خضرا، یعنی سرزمین و جزیره سبز، به خاطر طبیعت زیبا و منحصر به فردی که اون مناطق داشته. اونجا را تحت تصرف خودش قرار میده و قسمت‌های ساحلی جنوب سرزمین ایبریا به دست طارق ابن زیاد میفته. وقتی رودریک این را ملاحظه میکنه نظرش عوض میشه نسبت به جنگ‌های داخلی، نسبت به این گروهی که وارد این سرزمین شدن، یعنی مسلمان ها. اینجا رودریک یک لشکر بزرگی را آماده میکنه به این صورت که با فرزندان غیتشه پیمان صلح میبنده. بالاخره اونها یعنی فرزندان غیتشه هم قبول میکنن و صلح را انتخاب میکنن، چون در اینجا قضیه فرق میکنه. دشمن خارجی الان حرفش در میونه. درسته قبلا جنگ داخلی بود ولی الان دیگه زمان جنگ با دشمن خارجیه. اونها با هم متحد میشن، اون اقوام و اون قبایلی که در جنگ بودن با هم در اسپانیا با هم متحد میشن تا بر علیه مسلمانان و طارق ابن زیاد به نبرد بپردازن. طارق وقتی که از این اتحاد و این لشکرکشی بزرگ رودریک آگاه میشه که گفتیم فرزندان غیتشه هم با او متحد شده بودن، نامه‌ای به موسی بن نصیر والی بلاد مغرب اسلامی میفرسته که نیروی عظیمی جمع شدن برای مقابله با ما و نیرویی که در اختیار طارق بود فقط 7000 نفر بود. از موسی بن نصیر درخواست کمک و نیرو میکنه و طارق و موسی بن نصیر نیز او را دست خالی رها نمیکنه. حدود 5000 نفر از ارتش اسلامی را برای یاری رساندن به طارق ابن زیاد به سرزمین اندلس میفرسته که جمع کل نیروی مسلمان ها در اندلس برای مقابله با رودریک و لشکرش به حدود 12000 نفر میرسه. یک معرکه و جنگ بزرگی در میونه. لشکری که رودریک آماده کرده بود برای این نبرد
حدود 100,000 نفر بود و در مقابلش لشکر مسلمان ها حدود 12,000 نفر. رودریگ از خودش مطمئن بود، یعنی به حالت یک انسان پیروز وارد شده بود، چون بالاخره سرکش و طاغی و قدرتمند سرزمین اندلس او بود و احساس میکرد که مسلمان ها از گروه های کوچک، از دسته های کوچک شکست خوردن. تا جایی از خودش مطمئن بود که یک اسبها و یک سواری های زیادی با خودش هم میکرد که فقط طناب بارشان بود. طناب چرا؟ چون میگفت که من این مسلمان ها را اسیر میکنم و با این طناب ها اونها رو با من اسیر میبندم. تا این حد با خودش مطمئن بود از خودش و یک عظمت و یک جلال و یک قدرتی را به خودش نشون میداد. یعنی یک جنگ روانی شاید احساس بکنیم وجود آورده بود برای مقابله مسلمان ها. وقتی که خودش وارد نبرد میشد، بهترین تاج طلا، بهترین لباس های مزین به طلا را پوشیده بود و اسبش و اون کالسکه‌ای که او را هم میکرد هم مزین به جواهرات و طلا کرده بود تا اینکه چی بشه؟ یک ابهتی از خودش بنشون بده. اما غافل از این که این سربازان طارق و خود طارق با این چیزا متزلزل نمیشن، یأس و ناامیدی به اونها با این چیزا بهشون دست نمیده، چون اینها اومدن با ایمان و تقوا، نه با جواهرات و طلا. اینها یعنی لشکر طارق هیچ دلبستگی و هیچ میلی به این دنیا ندارن، به این قاره اروپا ندارن. اینها اومدن که اسلام را به مردم عرضه کنن، مردم را از شرک، از بت پرستی بیرون بیارن و اگر موفق که بشن باعث میشه که یک گروهی را از خرافات، از شرک و از بت پرستی نجات بدن و اگر کشته بشن هم به امید شهادت کشته میشن، نه دنیا و نه زیورالات دنیا. یعنی هیچ چیزی باعث نمیشد که سرزمین خودشون رها کنن به جز اون ایمان و تقوا که اصل و اساس بود. طارق چون رودریگ به طرف طارق می اومد تونست که میدان را کنترل بکنه، به این صورت که در نزدیکی دریاچه‌ای که معروف بود به دریاچه خاندا، در اونجا در جلو اون دریاچه قرار میگیره که یک سپری به وسیله دریاچه برای خودش وجود میاد که دشمن نتونه از اون طرف وارد بشه، بهش حمله بکنه و از یک طرف دیگه خود را به یک دره در روبروی دره قرار میده که دره اون را حمایت بکنه، دره معروف به دره برباط. و از طرف دیگه کوههای معروف به کوه رتینا قرار میداشت که صعب العبور بود و تنها از یک راه که یک رودخانه بود میتونست با دشمن یعنی با رودریگ روبرو بشه. قبل از شروع جنگ طارق لشکرش را تشویق میکنه برای جهاد، برای مبارزه با دشمن، برای مقابله با دشمن و اونها رو قوی میکنه. اصلا کلا در لشکرهای اسلامی وقتی که برای جهاد میرفتن، برای فتح کشورها میرفتن، گروهی بودن که مردم را تشویق میکردن، ایمان آنها را قوی میکردن، روحیه میدادن تا بتونن با موفقیت در این جنگ ها پیروز بشن. طارق نیز قبل از جنگ شروع میکنه خود طارق به خطبه و ایراد سخنرانی. طارق پس از حمد و ثنای الله متعال حرف و سخن خود را با آیه‌ای از قرآن مزین میکنه. سوره توبه آیه 11 را تلاوت میکنه که معنیش به این صورته که الله از مؤمنان جان و مالهایشان را خرید تا بهشت از آن آنان باشد. در راه الله جنگ میکنند، چه بکشند و چه کشته شوند. وعده ای که الله در تورات و انجیل و قرآن داده است به حق به عهده اوست و چه کسی بهتر از الله به عهد خود وفا خواهد کرد. بدین خرید و فروش کرده اید شاد باشید که کامیابی بزرگ است. با این آیات آنها را تشویق میکنه به نجات و پیروزی، یعنی هر دو حالت نجات و پیروزی است. مرگ براشون نجات و پیروزی است و پیروزی در دنیا هم نجات و پیروزی است. اما در این مورد درباره حرفهای طارق قبل از جنگ که بعضی حالت افسانه‌ای، حالت چیزای فوق العاده گفته شده، خیلی واقعیت نداره. مثلا میگن که طارق مثلا خطبه‌ای که کرده به این صورت بود که قبل از خطبهش کشتی‌هایی که همراهشون بود کلا آتش زدن، کشتی‌ها را سوزاندن و خطبه را بیان کرد که ای مردم، ای مسلمان‌ها، دشمن جلو شماست و دریا پشت سر شماست، هیچ راهی ندارید، یعنی باید برین جلو. به این طریق
که این روایت تنها در بعضی از کتاب ها اومده مثل کتاب نزهة المشتاق، ولی قوی نیست روایت هاش. و روایت قوی تر اینه که این خطبه را بیان میکنه اما خبر از کشتی سوزی نیست. اگرچه که در ادبیات فارسی، در شعرهای فارسی هم این روایت، یعنی که طارق قبل از جنگ معروف به لکه کشتی های خود را آتش زد آمده، اما واقعیت نداره. از جمله شعرها و اون ادبیاتی که شعرها درباره این حادثه یا افسانه اومده، شعری است که علامه اقبال لاهوری بیان میکنه در کتاب خودش به اسم این که طارق چو بر کرانه اندلس سفینه سوخت، گفتند کار تو به نگاه خرد خطاست. دوریم از سواد وطن باز چون رسیم، ترک سبب ز روی شریعت کجا رواست. خندید و دست خیش به شمشیر برد و گفت هر ملک ملک ماست که ملک خدای ماست. این شعر درست جالبه که انسان مسلمان بالاخره ملک و سرزمین خدا را همه از آن خودش احساس میکنه، اما گفتیم قوی نیست، چون که با توکلی که الله متعال برای انسان قرار میده مغایرت داره تقریبا. یعنی گرفتن به اسباب، توکل اینه که انسان اسباب رو بگیره بعد چیز بکنه و لزومی هم نداشت. گفتیم طارق میتونست کشتی ها رو بر بگردونه به مغرب و بگه کشتی ها بر بگردون چرا بسوزونه و بیت المال مسلمان ها رو اسراف بکنه. این تقریبا یک چیزی هست که گفته شده، گفتیم در کتاب ها اومده و شعرها هم مثل نمونه‌ای که خوندیم اومده دربارش، اما قوی نیست. قوی اینه که خطبه کرد و کشتی ها در حال خودشان بودن و تشویق به جهاد، شهادت و این چیزا بود و جنگ آغاز شد. به هر صورت جنگی در معروف به جنگ لکه که 12,000 لشکر مسلمان ها بود و 100,000 نفر لشکر کفار و رودریک. یک میان برنامه‌ای با هم میبینیم و آغاز نبرد و بقیه داستان را انشالله بعد از آن با هم مرور میکنیم. حضرت پیغمبر خدا به حضرت عایشه چقدر محبت دارد، لذا روزی که روزی حضرت عایشه فرمان روایی و مملکت و پادشاهی و ملک من چیز زیاد نمیشه. خداوند و رسولش فرموده اند به اتمام رسیده باشد. و حدیث نواس بن سمعان. اجازه بدید قبل از اینکه این حدیث رو بیشتر باز کنم، به سال حق، ندای حقیقت. و یحق الله الحق بکلماته ولو کره المجرمون. و الله به فرمان خویش حق را تحقق می بخشد، هرچند برای مجرمین ناخوشایند باشد. با عرض سلام مجدد خدمت بینندگان عزیز، نبرد در روز یکشنبه 28 رمضان سال 92 هجری موافق با 17/7/711 میلادی آغاز شد. دو لشکر در نزدیکی رود معروف به لکه با هم روبرو میشن و جنگ سختی که 7 روز ادامه داره شروع میشه. این جنگ مصادف میشه با روز به رمضان و مسلمان ها حتی در عید فطر، یعنی دیگه جنگ های رمضان محل عبادت فقط نبود که مردم روزه بگیرن و خلاص، نه، ببینید این جنگ در ماه رمضان آغاز میشه 28 رمضان و عید فطر که وقت جشن و شادی و دید و بازدیده، مسلمان ها شمشیر به دست دارن، در حال نبرد و مبارزن برای فتح سرزمین و برای گرفتن مناطقی و وارد کردن امتی، ملتی، قومی به دین اسلام. این نبرد ادامه داره در اون روزها و تا 3 روز اول با احتیاط، یعنی محتاطانه هر دو گروه، هم رودریک و هم طارق، محتاطانه با هم جنگ برخورد میکنن و به خاطر اینکه یک رودی در میان این گروه ها بود، این مسلمان ها و لشکر رودریک، یک رودی در میانشان بود، برخورد مستقیم نبود و جست گریخته یک نبردهای شروع میشه. اما در روز 4 از نبرد سخت آغاز میشه که در این روز معروف است که به 3000 نفر از لشکر مسلمان ها هم شهید میشه و
جنگ سختی آغاز میشه در این روز. جنگ در این روز و روزهای بعد به خاطر اینکه رودریک از دریا، از رودخانه لکه عبور کرده بود و مستقیما با مسلمان ها وارد جنگ شده بود، گفتیم به سختی روند پیدا میکنه و به پیش میره و خیلی از مسلمان ها گفتیم در روز اول حتی 3000 مسلمان، یعنی 1/4 لشکر مسلمان به شهادت میرسن. و اگر روحیه اسلام، اگر حب جهاد، اگر حب خداشناسی در آنها نبود، شاید خیلی ناامید میشن. 1/3 لشکر از بین بره در یک روز. اما اونها تقویت روحیه خودشون رو کنترل میکنن. و یک چیزی هم دیگه که باعث کمک میشه غیر از تقوا، غیر از ایمان و این چیزا، گفتیم که جولیان که والی و حاکم شهر سبته در مغرب بود و مسیحی بود، به همراه بعضی از اسقف‌ها که طرفداران داستانش گفتیم بالاخره که طرفدار غیچه و فرزندانش بودن، با بیاری تاریخ شناخته بودن. و رودریک هم در لشکر خودش فرزندان غیچه را قرار داده بود، اونم در پست ها و مقام های حساس، نه جاهای ساده. مثلا پرچمدار لشکر خودش را در سمت راست و سمت چپ از خود فرزندان رودریک خود فرزندان غیچه قرار داده بود. جولیان هم با اونها وارد رایزنی میشه، با واسطه ها و بالاخره به اونها پیام هایی میرسونه که چه لزومی داره که به رودریک را کمک بکنن، بذارین مسلمان ها در این جنگ ها پیروز بشه و تشویق میکنه که از رودریک جدا بشن. و این کار صورت میگیره. بعد از روز 4 به بعد گروه غیچه، فرزندان غیچه و سربازانش از لشکر تا رودریک بیرون میان و دو دستگی و اختلاف در لشکر رودریک شروع میشه. وقتی که گروه پرچمداران سمت راست رفتن، پرچمداران سمت چپ بیرون رفتن و کشته ها زیاد داره میشه، یک ترسی، یک خوفی از مسلمان ها شروع میشه و هر گروهی، گفتیم دسته ها زیاد بودن، به خاطر جنگ با مسلمان ها با هم متحد شده بودن. هر قومی برای ترس یعنی از این میترسید که گروهش کشته بشه، لشکر خودش بیرون میکشید و فرار میکردن. فرار در لشکر رودریک شروع میشه و مسلمان ها آنها رو دنبال میکنن، غنایم جنگی زیاد به دست میآورن، اسیر زیاد میگیرن در این جنگ و خیلی از سربازها رودریک خودشون رو به رود میندازن، کشته میشن و شکست واقعی نصیبشون میشه در این نبرد وادی لکه. بعد از اون چون تعداد زیادی از لشکر مسلمان ها هم از پیاده نظام ها بودن، هیچ کدوم به وسیله این غنایمی که به دست میارن بدون اسب نمیشن، همه صاحب اسب میشن. یعنی ببینید، یعنی نشون دهنده اینی که غنیمت جنگی زیاد بود در این جنگ و کلا یک نصرتی برای مسلمان ها میرسه در این جنگ و مسلمان ها پیروز میشن. و معروف است که بعد از این جنگ از رودریک اثری باقی نمیمونه و گفته میشه که رودریک در خود را به رودخانه میندازه و در همونجا هلاک میشه. و دلیلش هم اینه که اون اسبی و اون زین و طلا و اون تاجهایی که برای خودش قرار داده بود، همه چیز باقی میمونه در اون جنگ ولی اثری از خودش نیست و تنها چیزی که مونده، چون جسدش پیدا نمیشه، یعنی اینکه در رود غرق شده و از فرماندهش نیز پس کشته میشه در این جنگ. مسلمان ها باز به نبرد خودشون ادامه میدن و میتونن که یک تجدید و قوایی بکنن به وسیله اون اسب‌ها، به وسیله اون غنایم، به وسیله اون پیروزی که با ایمان و عقیده به دست آورده بودن، نه با تعداد لشکر. و بر عوض آن ترس و خوف و یک رعب و وحشتی از مسلمان ها در دل کل قوط‌ها قرار میگیره. شهرهای دیگه، جاهای دیگه، همه یک ترسی از مسلمان ها دارن که اینها قومی هستن که رودریک رو شکست دادن. رودریکی که اندلس را کلا میگرفت، سرزمین ابریه را داشت تصرف میکرد، اینها اومدن اونها را شکست دادن، جلو تصرفش را گرفتن که هیچ خودش هم نیست و نابود شد. طارق مسیر خودش رو ادامه میده به سوی شمال، به مناطق و شهرهای زیادی را تحت تصرف خودش میگیره و در این فرصت موسی بن نصیر از او درخواست میکنه که دیگه به جلو نره، بسه. رودریک شکست خورده، مناطق جنوبی و وسطای اسپانیا فتح شده، دیگه بسه. اما طارق ابن زیاد میدونه که لشکر شکست خوردن، خوف و ترس در دل کفار وجود داره، تصمیم میگیره باز به حرکت
به نبرد خودش ادامه بده و پیش بره و شهرها را یکی پس از دیگری فتح میکنه، بخصوص شهرهای ساحلی. شهر اشبیلیا پایتخت جنوبی سرزمین ایبریا را فتح میکنه. بعد از آن در شهر دیگری به اسم استجه در اونجا توقف میکنه و بدون درگیری اون شهر را تصرف میکنه، یک پایگاهی برای خودش قرار میده و بعد از آن دوباره لشکر به پیش میره و حرکت میکنه و میتونه شهر تولدو یا تولیتله را فتح بکنه که شهر مهمی بود در اسپانیا و از سپر دفاعی محکمی با قلعه ها و اون کوه ها که پوشیده بود دفاع شده بود و مستحکم شده بود با این چیزها، اما باز طارق اونو فتح میکنه و اون قودهایی که فرار کرده بودن از جنگ با رودریک شکست خورده بودن و به اونجا پناه برده بودن کلا از شهر بیرون میان، فرار میکنن. شهرهای کوردوبا پایتخت اندلس کلا اونجا فتح میشه، شهر مالاگا و شهر گرانادا، همه اینها شهرهای مهم فتح میشه و به تحت حکومت اسلامی وارد میشه و در یک منطقه یک سفره و یک مائده، یک میز بزرگی که زیور پر از یاقوت، پر از طلا و نقره و جواهرات بود قرار پیدا میکنن و معروف بود به اون که این سفره حضرت سلیمانه. اون رو هم فتح میکنه به عنوان خلیفه، به عنوان غنیمت جنگی و همه اونها را، اون تاج و تخت‌های رودریکا و این مائده سلیمان را همه میفرستن برای خلافت اسلامی به پایتخت خلافت اسلامی یعنی دمشق، که بعد از آن خلفا از این طلاها و از این زیورات‌ها برای تزیین، برای بازسازی و تحکیم کعبه خانه الله متعال استفاده میکنن. در این زمانی که موسی بن طارق بن زیاد در حال فتح شمال بود، خیلی از قودهایی که در جنوب بودن، در مناطقی که فتح شده بودن، از فرصت استفاده میکنن و تصمیم میگیرن که شورش بکنن بر علیه مسلمان ها. طارق از موسی بن نصیر طلب یاری میکنه و خود موسی بن نصیر نیز به کمک طارق میاد و وارد سرزمین اندلس میشه، یعنی والی سرزمین مغرب نیز به یاری طارق میاد و وارد نبرد میشه و کلا مناطق جنوبی که طارق فتح کرده بود را دوباره حرکت‌های تمرد و خاموش و آرام میکنه و به این صورت طارق که قصد داشت، حتی گفته میشه که قصد داشت که کلا از اروپا حرکت بکنه، شهرها را فتح بکنه و از طریق اروپا وارد سرزمین قسطنطینی بشه، بر بگرده به سرزمین شام، یعنی کل اروپا را فتح بکنه و بر بگرده که در اینجا والی و خلیفه مسلمان ها احساس خطر میکنه از دوری مسلمان ها، از اینکه مسلمان ها در اونجا با حیله و نیرنگ ها کشته بشن، به شهادت برسن و نیروی زیادی از دست بره. تصمیم میگیره که طارق را بر بگردونه. از طارق و موسی بن نصیر درخواست میکنه که معرکه را متوقف کنن و بر بگردن به سرزمین شام، چون این علت اصلی این برگشت آنها و درخواست خلیفه مسلمان ها از این کار این بود که از جان مسلمان ها میترسید که مبادا کلا به شهادت برسن و نمیدونستن، یعنی سرزمین جدیدی بود و معروف که حتی عمر بن عبدالعزیز که خلیفه عادلی بود بعد از خلفای قبلش هم باز هم احساس میکرد که باید مسلمان ها از سرزمین اندلس بیرون بیان، چون میترسه از جان و مال مسلمان ها احساس ترس میکرد. در اینجا طارق برمیگرده به سرزمین شام از اندلس بعد از اینکه این پیروزی را کشف کرده بود، به دست آورده بود، با موسی بن نصیر برمیگردن به سرزمین شام و بعد از آن خلیفه مسلمان ها طارق را از فرماندهی عزل میکنه و طارق برای همیشه در سرزمین شام زندگی میکنه و از فرماندهی لشکر عزل میشه. بدین صورت اگرچه بعد از طارق فرماندهان دیگری بودن که فتح اسلامی رو در سرزمین اندلس ادامه داده بودن، اما زندگی طارق و نبردها پایان میابه و طارق در سرزمین شام وفات میکنه. واقعا ما مسلمان ها در این ایام، در این روزها به اشخاصی، به افرادی، به قهرمانانی همچون طارق احتیاج داریم تا بتونن روحیه و عظمت و افتخاراتی که در گذشته نصیب مسلمان ها شده بود باز بگردانند و ما را سر بلند و سر فراز بکنند. اینها باید الگوی ما باشند در زندگی ما. شخصی مثل موسی بن نصیر، مثل طارق، اینهایی که واقعا به اسلام خدمت کردن، از جان و مال خودشان گذشتن و دین و عقیده براشون مهم بود، نه دنیا و نه زیورات
دنیا. در اینجا به پایان این برنامه رسیدیم و تا یک برنامه دیگر و مرور یک شخصیت و یک فتح و یک پیروزی دیگر همه شما را به الله متعال میسپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.